بسم الله الرحمن الرحیم. امروز چهارشنبه 10 جوزای 1402 مصادف است و 31 می 2023. به اخبار بسم الله الرحمن الرحیم. پیام تسلیت. حزب همبستگی مرد سعادتمند افغانستان، حرکت ملی تحول طلبان افغانستان و ائتلاف ملی آزادی مردم افغانستان. مورخ 8 نوامبر 2023. به تأسف اطلاع حاصل نمودیم که مرحوم دکتر محمد یونس قرقخت، عمر صافی کاکای محترم، واصل عمر عضو شورای عالی و عضو کمیته اجرایی ائتلاف ملی آزادی مردم افغانستان، از طرف دشمنان ملت جام شهادت را نوشید. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوة من ربهم و رحمته و اولئک هم المهتدون. شهید یکی از کادرهای جامعه، شخصیت نهایت دلسوز به وطن و ملت رنج دیده ما، شخصیتی که همیشه به خاطر نجات کشور از حالت بدبختی می اندیشد. شهادت این کادر دلسوز ملت را به محترم واصل عمر، خانواده، دوستان و اقارب ایشان از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای شهید ذکر شده جنت فردوس را استدعا می نماییم. خواجه محمد صدیقی، رئیس حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان، معاون حرکت ملی تحول طلبان افغانستان و رئیس ائتلاف ملی آزادی مردم افغانستان.